بر ترتیب. یاس بفرما. خب خیلی خوب. درود عرض ادب. امیدوار هستم همه گیزان خوب و خوش سلامت باشین. همینجا جناب دکتر صاحب خیلی موضوعات زیبا را مورد بررسی قرار دادن. من یک جای متوجه شدم که ایشان گفتن خدا از کسانی که قسم میخورد ما را منع کرده که با اونا ارتباط بگیریم. درست شنیدم؟ دقیق. خب ما در 30 آیه مختلف داریم که خود الله قسم خورده، پس ما از الله باید دور باشیم؟ پاسخ میدیم. ببینین قسم اصلا چه هست؟ قسم یعنی چی؟ بفرم. و به چیزی قسم خورده میشه او چیز یعنی در کل چی میشه وقتی قسم یاد میکنه؟ قسم دو دانه بود داره. قسم یک بود برتری داره، یعنی یک چیزی که قسم خورده میشه توسط یک چیز بالاتر یا برتر اینجا را خوب قسم خورده متوجه میشه باشید. و به او ارزش و برتری داده میشه. قسم هایی که الله تعالی در قرآن میخوره از نوع اول هست، یعنی قسمی هست که به خاطر برتری و عظمت و بزرگی یک چیز بر از او الله متعال قسم یاد میکنه و به چیزهای پایین قسم یاد